به نام خدا و عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان گرامی. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. جلسه پنجم از شیمی عمومی 1 رو در خدمتتون هستیم. ادامه فصل 2 رو خدمتتون توضیح میدیم. رسیدیم به نمادهای اتمی. نمادهای اتمی رو تقریبا آشنایی رو داشته باشید باش، اما خب ما یکم حالا در موردش توضیح میدیم، بعدش هم چند تا نمونه سوال حل میکنیم، چون شما اینا رو لازم دارید. همون موقع که من توضیح دادم برای شیمی عمومی 1 شما یه مباحث کلی از چیزی که در دوران دبیرستان خوندید رو اینجا مرور میکنید. بعد یه مقدار حالا بیشتر میخواد که اون مطالب رو براتون جمع‌بندی کنه، حالا صحیحش کنه، حالا اگه میخواد چه چیزایی رو بهش اضافه کنه تا انشالله شیمی عمومی 2 هم به همین صورت هست. بعد با امید خدا دیگه تجزیه و شیمی عالی و شیمی فیزیک و حالا معدنی دیگه تقسیم میشه شیمی و مطالب جدیدی رو انشالله بیشتر اونجا یاد میگیرید. خب نمادهای اتمی به دو مورد Z و A تقسیم میشن که ما Z رو میگیم همون عدد اتمی یا تعداد پروتون ها، A هم که همون عدد جرمی که تعداد پروتون ها و نوترون هاتون هست. وقتی که نماد یک حالا عنصر رو ما می نویسیم، معمولا عدد جرمی رو بالا می نویسیم و عدد اتمی رو پایین، هر دو هم سمت چپ نوشته میشه. خب حالا من یه مثال زدم. ترکیب اجزای یون عائل 3 بار مثبت و S 2 بار منفی رو مشخص کنید. یعنی که تعداد پروتون ها، الکترون ها و نوترون ها رو توی این قسمت مشخص کنید، چون گفته ترکیب اجزایشون. خب برای عائل 3 بار مثبت میگیم که تعداد پروتون ها همون عدد اتمی هست که میذاریم. تعداد نوترون ها رو هم کافیه که من عدد جرمی رو از عدد اتمی کم کنم، چون که عدد جرمی تعداد پروتون و نوترونتون هست. اگه مقدار پروتون رو ازش کم کنید، مقدار نوترون شما به دست میاد. برای الکترون هم شما اگه اتمتون خنثی بود، این دوتا که یون هستن، اگه اتمتون خنثی بود تعداد الکترونتون دقیقاً برابر با عدد اتمیتون میشد یا همون تعداد پروتون ها. اما الان که یون دارید، شما باید به نسبت یون تعداد الکترون هاتون رو به دست بیارید. به عنوان مثال الان تعداد پروتون های شما 13 است. گفته که 3 بار مثبت، یعنی 3 تا الکترون از دست داده، پس 3 تا ازش کم میکنید میشه 10 تا تعداد الکترون هاتون. خب برای این موردم که اگه بخوام اجزای یون رو به دست بیارم، پروتون ها 16 تا هستن. تعداد نوترون هاتون هم که همون عدد جرمی رو از تعداد پروتون ها کم میکنید به دست میاد. الکترون هاتون هم که اگه خنثی بود همون 16 تا بود، اما الان یون هست، یعنی S 2 بار منفی، یعنی که 2 تا الکترون گرفته، پس 16 به اضافه 2 میشه 18 الکترون. خب یه نکته‌ای که باید توی مسائل خیلی روش دقت داشته باشین این مورد هست که اینجا نوشتم. تعداد نوترون ها در یک اتم برابر یا بیشتر تعداد پروتون هاست. یعنی وقتی که به شما بگن مثلا تعداد نوترون های شما نسبت به یه پروتون، حالا توی مسئله معمولا این سوال رو زیاد میارن که باید اینو بدونید، نوترون هاتون یا برابر با پروتون هاست یا از پروتون هاتون بیشتره. حالا اینو چرا گفتم؟ به این دلیل که اگه مثلا به شما گفتن توی مسئله تفاوت تعداد پروتون و نوترون مثلا 3 هست، شما بدونید نوترون منهای پروتون 3، یعنی نوترون شما بیشتر از پروتونه. اگه شما برعکسش رو بنویسید، یعنی مثلا طبق این چیزی که به شما گفته تفاوت تعداد پروتون و نوترون 3 شما بنویسید پروتون و منهای نوترون 3، یعنی شما تعداد پروتون رو بیشتر از نوترون فرض کردی که این امکان نداره. البته اینجا یه استثناء هم وجود داره، اون در مورد هیدروژنه. میدونید که ایزوتوپ اصلی هیدروژن که 1 هست، یعنی یه پروتون داره نوترون نداره. تنها عنصری که در اون تعداد پروتون از نوترون بیشتر همون هیدروژنه، وگرنه در تمام 118 عنصر جدول تناوبی شما این حالتی که من گفتم برقراره، یعنی تعداد نوتروناتون یا به اندازه پروتون هاست یا از اونا بیشتره. حالا نشونتون میدم اون مثالایی که حل میکنیم کجا این به دردتون میخوره. خب عدد جرمی با عدد اتمی متفاوت است، اینم لطف کنید داشته باشید. عدد جرمی با عدد اتمی متفاوته. ما عدد جرمی رو الان براتون بحث کردم دیگه. عدد جرمی میشه تعداد پروتون به اضافه تعداد نوترونتون، درسته؟
اما جرم اتمی شما الان میتونم میگم که میخوایم به دستش بیاریم متفاوت هست با عدد جرمی. جرم اتمی شما اعشاری هست معمولا، اما عدد جرمی یه عدد صحیحه، چون عدد جرمی تعداد رو نشون میده، تعداد که اعشاری نمیشه. شما میگه 1 2 تا 3 تا، درسته، قابل شمارش هست و یه عدد خاصیه. اما جرم اتمی چون معمولا میانگین در نظر گرفته میشه، حالا در جدول تناوبی هم اگه دقت کنید جرم اتمی ها به صورت اعشاریه. خب من اینجا توضیحات کامل رو دادم. عدد جرمی عددی صحیح و برابر با تعداد پروتون ها و نوترون هاست. عدد جرمی واحد نداره، خب تعداد دیگه، پس تعداد پروتون و نوترون واحدی نداره. اما جرم اتمی معمولاً اعشاری است و دلیل اعشاری بودن آن نیز وجود ایزوتوپ های مختلف است که میانگین آنها برابر جرم اتمی می باشد. واحد جرم اتمی AMU یا U هست، درسته؟ پس چون جرم اتمی من میانگین میگیرم از ایزوتوپ های مختلف یه عنصر، معمولا برام اعشاری به دست میاد، در صورتی که این عدد صحیح هست. بعد این واحد نداره، اما جرم اتمی واحد داره، چون وزن رو داره دقیقاً اندازه گیری میکنه، اون رو با AMU نشون میدن یا U. حالا برای راحتی کار معمولا ما واحد رو با U نشون میدیم. جرم پروتون و نوترون تقریبا برابر با 1 یو، البته گفته تقریبا، یعنی یک ذره تقریبا در حدود هزارم از 1 یو بیشتره، اما ما برای راحتی کارمون جرم پروتون و نوترون رو برابر با 1 یو تقریبا در نظر میگیریم. و جرم الکترون 1/2000 جرم پروتون و نوترونه. پس جرم الکترون شما خیلی خیلی کوچکتر از جرم نوترونتونه، حدود 1/2000 هست که به دلیل کوچک بودن در مقایسه با پروتون و نوترون قابل چشم‌پوشی است. پس من برای جرم اتمی هیچ وقت جرم الکترونمو در نظر نمیگیرم، چون من حتی بر فرض این که 100 الکترونم داشته باشم به اندازه یه دونه پروتون یا نوترون نمیشه، من باید 2000 الکترون داشته باشم تا تازه بشه یه دونه پروتون یا یه دونه نوترون. پس هیچ وقت جرم الکترون رو من برای جرم اتمی محاسبه نمی کنم. حالا یه اشکالی که معمولا بچه ها دارن، مثلا من ازشون سوال میپرسم، حالا قبل از که مطرح کنم تو کلاس سوال میپرسم که چرا جرم اتمی مثلا حالا اعشاریه، میگن خب جرم الکترون، یا مثلا میگم جرم اتمی چرا مثلا اصلا از چی تشکیل میشه، جرم مثلا من عنصر رو بخوام در نظر بگیرم میگن خب جرم پروتون، نوترون و الکترون، در صورتی که اصلا جرم الکترون به هیچ عنوان اثری توی جرم اتمی ما نداره. خب یه مثال اینجا آوردم براتون، چند تا مثال توی قسمت حل کنیم، شما حالا با سوالایی که انشالله ما میدیم بیشتر آشنا بشید. در یک اتم فرضی تعداد نوترون ها 2 برابر تعداد الکترون هاست. اگر این اتم با گرفتن 2 الکترون ساختار الکترونی آرگون 18 را پیدا کند، عدد جرمی آن کدام است؟ خب اولین چیزی که گفته تعداد نوترون هامون 2 برابر الکترون هاست. خب منم نوشتم نوترون 2 برابر الکترون. خب حالا گفته اگر این اتم با گرفتن 2 الکترون، یعنی 2 تا الکترون بگیره، ساختارش میشه آرگون 18. خب آرگون 18 تا پروتون داره دیگه، یعنی 18 تا هم الکترون داره. خب اینجا گفته وقتی این اتم 2 الکترون بگیره میشه آرگون 18. خب الان که 2 الکترون نداره دیگه، درسته؟ یعنی تعداد الکترون های این اتم من نسخه میکنم 16 تاست، درسته؟ پس چون خودش گفته وقتی 2 الکترون بگیره تازه میشه 18 الکترون یا 18 پروتون، فرق نمیکنه دیگه، چون این خنثاست، تعداد پروتون ها و الکترون هاشون با هم دیگه برابرن. پس من میگم حتما این اتم هم چند تا الکترون داشته؟ 16 تا. خب حالا من راحت چون الکترون ها رو تونستم پیدا کنم، میتونم نوترون هامو به دست بیارم. نوترون ها میشه 2 برابر الکترون، 2 تا 16 تا میشه 32 تا. خب من نوترون من به دست آوردم، اما ازم عدد جرمی خواسته. عدد جرمی هم که میدونید تعداد پروتون ها به اضافه تعداد نوترون. نوترون که 32 تا هست، بعد پروتون من چون اتمم خنثاست دیگه، خوش گفته اتم فرضی، نگفته یه ایون باشه. خب پس چون اتم دارم یعنی خنثا هست، تعداد الکترون ها با پروتون ها من برابره. پس جای پروتون ها میتونم 16 بذارم، پس عدد جرمی من در میاد 48.
یه مثال دیگه هم حل کنیم. مثلا تعداد الکترون های یون فرضی x مثبت برابر 79 است. خب ببین یون داده بهتون. اگر تعداد نوترون های اتم x 40% بیشتر از تعداد پروتون های آن باشد، عدد جرمی x کدام است؟ خب ببینید شما بهترین کاری که انجام میدید اینه وقتی بهتون یون میدن، مثلا حالا تعداد الکترون یون رو میدن، تعداد هر چیزی رو که شما دادن، شما سعی کنید برای اتم خنثی به دستش بیارید. مثلا الان اگه گفته تعداد الکترون های یون فرضی x مثبت 79، یعنی الکترون های x مثبت یعنی یه دونه الکترون از دست داده، تازه شده 79 تا. پس خود x اون الکترون رو داشته دیگه، درسته؟ خود x میشه چی؟ تعداد الکترونش 80 تا. پس لطف کنید همیشه زمانی که میخواید اینا رو حل کنید، اگه یون داشته باشید سعی کنید خنثاشو به دست بیارید، چون با خنثا دیگه راحت‌تر میتونید مثلا تعداد الکترون اگه تو خنثا داشته باشید، خب تعداد پروتون هم دارید. اما مثلا اینجا نمیتونید بگید چون الکترون های من 79 تاست الان پروتون هم همون هم 79 تاست، چون مال شما یون هست، درسته؟ پس به نظر من برای راحتی کارتون اولین کاری که میکنید یون رو تبدیل کنید به اتم خنثی. حالا هر داده ای که توی یون داده باشه شما تبدیلش کنید به اتم خنثی، بعد راحت‌تر میتونید کارتون رو انجام بدید. خب ببینید من یه بار دیگه اینجا رو توضیح میدم. گفته الکترون های x مثبت 79 تاست، درسته؟ یعنی یه دونه الکترون از دست داده 79 است. پس خود x 80 تا الکترون داشته. پس منم اینجا نوشتم x من 80 تا الکترون داشته. خب x دیگه خنثی است. وقتی که الکترون هاشو پیدا کردم 80 تا، پس پروتون های منم به همین تعداد هستن، درسته؟ چون که ترکیب من خنثی است، تعداد الکترون و پروتون هم با هم دیگه برابرن. خب حالا بعدش گفته تعداد نوترون های x اتم x 40% بیشتر از تعداد پروتون های اونه. خب ببینید نوترون ها 40% بیشتر، ببینید نگفته 40% پروتونه. اگه میگفت 40% پروتونه، خب من 40% ضرب در 80 میکردم. میگه 40% بیشتر از پروتونه، یعنی خود پروتون ها هستن به اضافه 40% پروتون، درسته؟ 40% بیشتر از تعداد پروتون. خب نگاه کنید 40% همون 4 دیگه. پس من فرض میکنم یه پروتون به اضافه 4 پروتون میشه 1/4 پروتون. پس حالا 1/4 ضرب در تعداد پروتون هم که 80 میکنم میشه 112 تا. پس تعداد نوترون من به دست اومد. لطفا وقتی سوالا رو بهتون میدن خیلی دقت کنید چی بهتون میگن. مثلا گفته 40% بیشتر، اگه گفته بود 40% مثال میزنم که امکان نداره، چون ما گفتیم تعداد نوترون همیشه بیشتر از پروتون. فرض میکنم به شما گفتن 40% مثلا تعداد پروتون، شما 40% رو ضرب در تعداد پروتون میکنید. اما این گفته 40% بیشتر، یعنی خود پروتون ها هستن 40% هم بیشتره. خب نوترون ها به دست اومد. چی ازم خواسته؟ عدد جرمی x رو از من میخواد. خب عدد جرمی هم که میدونید تعداد پروتون و نوترون رو با هم جمع میکنیم. خب نوترون رو که در آوردم 112، پروتون هم که همون 80 میشه 192 جواب این سوالمون. خب یه مثال دیگه، حالا من سعی میکنم مثالای متفاوتی حل کنم براتون تو این قسمت که حالا از سوالی بیارین دیگه انشالله توی امتحان مشکلی نداشته باشید. اگر تفاوت تعداد الکترون ها و نوترون ها در یون فرضی x 3 بار مثبت این 79 بالاست، یعنی چی؟ یعنی عدد جرمی رو بهتون داد. برابر 18 باشد، تعداد الکترون های یون x 2 بار مثبت رو به دست بیارید. خب نگاه کنید دوباره چیزی که به شما داده توی یون فرضی x 3 بار مثبته. گفتم اولین کاری که میکنید شما بیاد اون چیزی که بهتون داده رو توی x به دست بیارید. اگه این کارو بکنید خب خیلی معمولا کارتون پیش میفته. اگه ببین فرق هم نمیکنه، شاید کسی بتونه به راه دیگه اینا رو حل کنه. من مشکلی تو اینا ندارم، چون اینا استیکیومتری نیستن. من اصراری ندارم که به روشی که من رفتم شما حل کنید. هر روشی که دوست داشتید رو حل کنید، فقط به جواب نهایی بتونید برسید. خب و راه حلم به من نشون بدید، چون من حالا امتحانایی که میگیرم به راه حلم نمونه میدم. بعضیا ممکنه اشتباهی حالا تمام راهو درست برن و بعد جوابو اشتباه بزنن، اشتباه مثلا حالا بنویسن،
یا جواب آخر رو به دست نیارن، جواب آخر فقط 25 صدام داره. شما مهم اینه که راه حل رو درست برید. من تمام اون نمره‌ای که میدم تقسیم میکنم روی حالا مراحلی که شما انجام میدید. اگر تفاوت تعداد الکترون ها و نوترون ها در یون فرضی x 3 بار مثبت که عدد جرمیش 79 برابر 18 باشد. خب همین جمله رو دقت کنید. گفته تفاوت الکترون ها و نوترون ها 18 است. خب ببینید من همون موقع گفتم اون جمله خیلی به دردتون میخوره. وقتی میگه تفاوت اینا 18 است یعنی کی بیشتر؟ نوترون. خب نوترون بیشتر از الکترونه، پس من برمیگم تو x 3 بار مثبت نوترون منهای الکترون 18 تاست. خب چطور الان به x تبدیلش کنم؟ خب این خوب دقت کنید لطفاً. وقتی که من 3 تا الکترون ندارم، یعنی 3 تا الکترون از دست دادم، تفاوت نوترون منهای الکترون 18 تاست. خب الان که من اون 3 تا رو دارم، 3 تا الکترون رو دارم، نوترون منهای الکترون تفاوتشون 15 تاست. خب چرا 15 تا؟ نگاه کنید، شما 3 تا الکترون از دست دادید، این عدد از 3 تاش کمتره. شما وقتی x رو بخواید به دست بیارید، اون 3 تا الکترونه به این الکترون اضافه میشه. پس نوترون شما منهای یه عدد بزرگتری میشه. چقدر بزرگتر؟ این الان 3 تا بزرگتر شده، درسته؟ پس نوترون منهای 3 تا هم به این اضافه کنیم، پس جواب من میشه چی؟ 15. اکثرا بچه ها این اشتباه می نویسن. مثلا دقیقا میسن توی x 3 بار مثبت اگه این 18 بوده، پس توی x میشه چند؟ میشه 21. 3 تا اضافه میکنه، در صورتی که شما باید دقت کنید من که به نوترون اضافه نکردم. نگاه کنید x 3 بار مثبت شما یعنی 3 تا الکترون نداره. خب یعنی x هم 3 تا الکترون داره، پس به الکترون هم داره 3 تا اضافه میشه. پس نوترون منهای این عددی که میشه منهای 3 هم دوباره میشه، درسته؟ چون 3 تا به الکترون اضافه کردم. پس این n منهای ای شما میشه 15. خب حالا من معمولا تفاوت نوترون با الکترون به دردم نمیخوره، درسته؟ چون عدد جرمی بهتون دادن. عدد جرمی مگه چیه؟ نوترون و پروتون رو داره بهتون میگه. پس من بیام اینو تبدیل کنم به پایینی. خب توی x دیگه، توی x که اتم خنثی‌است، من راحت میتونم بگم تعداد الکترونم با پروتونم برابره. پس همین رابطه ای که نوشتم n منهای ای 15 است، همین رابطه رو میتونم برای پروتون بنویسم، چون تعداد الکترون و پروتون هم کاملا با هم توی x برابره. پس من میتونم مثلا n منهای p میشه 15. پس این به دردم میخوره الان. چرا؟ چون میذارم یه دستگاه مینویسم، یکیش این عضوشه، یکی دیگه هم از این به دست میارم از عدد جرمی شما. عدد جرمی میشه نوترون به اضافه پروتون 79 تا. خب دستگاه رو میبندم، پروتون ها با هم دیگه میرن دیگه، یه منفی پی دارن یا مثبت پی، با هم هست میشن. جواب دستگاهتون میشه 2 نوترون برابر است با این دوتا رو با هم جمع میکنیم میشه 94 تا. نوترونتون در میاد 47 تا. خب حالا از یکی از اینا استفاده میکنید، فرقی نمیکنه، چون نوترون رو دارید راحت پروتونتون به دست میاد. حالا جای نوترون من اینجا گذاشتم 47 منهای پی برابر است با 15. پروتون هم در میاد 32. پس الان نوترون دارم، پروتون دارم. خب ببینم مثلا چی ازم خواسته. گفته تعداد الکترون های یون x 2 بار مثبت رو به دست بیاری، درسته؟ خب من تا حالا در مورد x صحبت میکردم، پس توی x تعداد پروتون های من برابر با تعداد الکترون های من برابر با 32، درسته؟ خب من الان توی x این حالت دارم، اما این تعداد الکترون ها رو خواسته تو x 2 بار مثبت. خب این که ساده است، تو x 2 بار مثبت یعنی 2 تا الکترون رو نسبت به حالت x از دست داده. پس اگه من اینجا توی x 32 تا الکترون داشته باشم، این چون 2 تاشو از دست داده منهای 2 میکنم میشه 30 تا الکترون. به این صورت. خب اینجا یه تمرین به شما دادم، سعی کنید تمرینایی که بهتون میدم و حل کنید که حالا متوجه بشید کجای کار، حالا اگه اشکالی داشته باشه، اگرم نه که خب چه بهتر. سعی کنید تمرینا رو حل کنید که من تو جلسه بعد که این تمرینا رو میذارم شما با جواب خودتون مقایسه کنید، ببینید خودتون میتونید ببینید در چه وضعیتی هستید. تمرینم این هست که در اتم فرضی ای در مجموع 210 ذره بنیادی وجود دارد. خب یه راهنمایی هم میکنم، ذره بنیادی شما میشه پروتون و نوترون و الکترون، یعنی رو هم دیگه 210 تا پروتون، نوترون و الکترون دارین، چون گفته ذره بنیادی.
اگر شمار نوترون های آن 50% بیشتر از شمار پروتون های آن باشد نماد عنصر را مشخص کنید. نماد عنصر هم که میدونید یه ایکس میذارید، یعنی عدد جرمی و عدد اتمیش رو باید مشخص کنید که بشه نماد عنصر. به عنوان تمرین داشته باشید. خب ایزوتوپ اتم هایی از یک عنصر که دارای عدد اتمی یکسان و عدد جرمی متفاوت باشن و بهش میگن ایزوتوپ. خب من سعی میکنم مطالبی که میگیم رو مثال در موردشون حل کنم که حالا شما هم آماده تر باشید برای امتحانتون. همین که اگه سوالی دارید توی حالا این جلسه آنلاین هایی که میذارم ان شاءالله سوالاتون رو بپرسید که دیگه این قسمت ها رفع اشکال بشه. خب ایزوتوپ هم که شما خوندید اتم هایی که عدد اتمیشون یکسانه اما عدد جرمیشون متفاوت هست و بهش میگن ایزوتوپ. مثلا یه مثال زدم براتون. ببینید شما هیچ وقت عدد اتمی یه عنصر متفاوت نمیشه. مثلا کلور شما همیشه عدد اتمیش 17 است. چرا؟ چون اگه شد 18 میشه آرگون، درسته؟ پس عدد اتمی شناسنامه یه عنصر هست، اثر انگشت یه فرد هست، یعنی به هیچ عنوان عدد اتمی عناصر رو تغییر نمیکنن. کافیه این یه دونه کم بشه 16، درسته؟ میشه چی؟ میشه اکسیژن. کافیه یه دونه مثلا به پروتونتون اضافه بشه 18، میشه آرگون. پس توی هسته به هیچ عنوان تعداد پروتون هر چی میخواید یونش کنید، هر چی میخواید مثبتش کنید، منفی کنید، اون تعداد الکترون ها تغییر میکنه. اما تعداد پروتون های شما به هیچ عنوان تغییر نمیکنه، حتی موقعی که ایزوتوپ بشن. یعنی اینا وقتی ایزوتوپ هم میشن حتی جرمشون هم متفاوت میشه، باز تعداد پروتون یکسانه چون توی یه خونه جدولن، فقط نوترونشون متفاوت میشه، درسته؟ تنها واکنشی که میتونه هسته اتم رو تغییر بده همین واکنش‌های هسته‌ای هست. این واکنش‌های هسته‌ای که خیلی زیاد ازشون نام میبرن، اونان که میتونن هسته رو بشکافن، تعداد پروتون تغییر کنه، نه تنها مثلا حالا به عنوان کلور که نیست، اورانیوم اونا تغییر میدن، نه تنها عدد اتمی اون اورانیوم یا عنصرتون تغییر کنه، بلکه انرژی خیلی زیادی همراه اون آزاد میشه، چون شما هسته رو دست زدید. انرژی که آزاد میشه، حالا اون انرژی میشه انرژی هسته‌ای که براش حالا از تولید برق یا موارد دیگه ای ازش استفاده میکنن. پس به هیچ عنوان ما توی شیمی که داریم بررسی میکنیم اگه اسم واکنش‌های هسته‌ای نیاوردیم، همه واکنش‌های ما ساده است. واکنش‌هایی که ساده است به هیچ عنوان ما به هسته دسترسی نداریم و هسته سر جاشه، فقط تعداد الکترون‌ها یا نوترون‌های ما ممکنه متفاوت باشه. خب پس کلور شما، حالا دو تا ایزوتوپ بخوایم نام ببریم، مثلا میشه 37 و 35. مثلا وقتی به شما میگن کلور 37 و 35 منظورشون چیه؟ یعنی میگن عدد اتمی رو شما بلدید، میدونید راحت به دستش بیارید. من دارم عدد جرمی ها رو براتون میگم، 35 و 37. خب مشخصه دیگه این عنصر سنگین تر هست، این عنصر سبک تر. دلیلش هم چیه؟ به دلیل اینکه دو تا به نوترون این اضافه شده، خود دو تا AMU به جرمش اضافه شده، پس به این میگن ایزوتوپ سنگین، به این میگن ایزوتوپ سبک. خب در ایزوتوپ ها تفاوت در تعداد نوترون هاست و چون خواص شیمیایی یک عنصر به تعداد الکترون ها و پروتون های آن بستگی دارد، پس ایزوتوپ ها خواص شیمیایی یکسانی دارند. اما ممکن است خواص فیزیکی متفاوتی داشته باشند. پس اگه شما حتی مثلا 3 یا 4 نمونه ایزوتوپ از یه عنصر داشته باشید، وقتی میخواید تو واکنش شرکت بدید هیچ موردی برای شما ایجاد نمیکنه. چرا؟ چون تعداد نوترون متفاوته. نوترون هم مثلا به وزن و اینا ربط داره، به خواص فیزیکی، به جرم ربط داره. اصلا موردی نیست که بخواد توی واکنش های شیمیایی شما دخالت کنه. پس ایزوتوپ ها خواص شیمیایی یکسان اما خواص فیزیکی متفاوتی دارند. خب بریم سراغ متوسط جرم اتمی. یعنی زمانی که چند تا ایزوتوپ داشته باشیم، حالا من بگم جرم اتمیم چنده. یادتون هست توی جرم اتمی داشتم صحبت میکردم، با عدد جرمی مقایسش کردم، گفتم که جرم اتمی به این دلیل اعشاریه که شما چون ایزوتوپ های مختلفی دارید بعد جرم اتمی مجبورید از اونا میانگین بگیرید، به این دلیله که جرم اتمیتون اعشاری میشه. خب الان داریم جرم اتمی رو به دست میاریم، همون میانگین جرم اتمی یا متوسط جرم اتمی رو داریم به دست میاریم که بالاخره اگه کلور 35 داره 37 داره، خب من بالاخره وزن کلور رو بگم چنده.
ما وزن رو از روی A میگفتیم دیگه، یا همون عدد جرمی میگفتیم. خب الان که کلور هم 35 هم 37، بگم 35 بگم 37 بگم 36، من نمیدونم جرم اتمی کلور رو چند بگیرم و توی محاسباتم شرکت بدم. پس شما باید بیاید جرم اتمی متوسط یا میانگین رو در نظر بگیرید که اونم میشه سیگما درصد فراوانی در جرم ایزوتوپ. خب هر کدوم از اینا یه درصد فراوانی داره. به عنوان مثال به شما گفته کلور 35 75 درصد هست توی طبیعت، کلور 37 25 درصد توی طبیعت هست. خب جرماش هم بهتون داده، نگاه کنید. من این 35 رو یادتون هست بهتون دادم، گفتم این تعداد پروتون و نوترونه، عددش هم صحیحه. اما الان جرم اینو داده چند؟ 34 و 9 دهم یو. این یو هست کنارش نوشتم، 7 نیستا. گفته جرمش 34 و 9 دهم یو. ببین این عدد به این عدد خیلی نزدیکه، درسته؟ به خاطر همینم من میگم معمولا عدد جرمی با جرم اتمی رو من یکسان میگیرم، اما میگم تفاوتشون اعشاریه. خب کلور 37 رو نگاه کنید، گفته 25 درصد، جرمش هم 36 و 9 دهم یو هست، درسته؟ خب حالا شما جرم اتمی رو چطور به دست میارید؟ سیگما درصد فراوانی در جرم ایزوتوپ، یعنی اینکه باید هر چند تا ایزوتوپ دارید درصد فراوانی‌هاشون در جرمشون ضرب کنید و با هم جمع کنید. خب مثلا توی این قسمت جرم اتمی میانگین این 75 درصد، میشه 75 درصد ضرب در جرمش چنده؟ 34 و 9 دهم، به اضافه 25 درصد از این دارین ضرب در جرمش 36 و 9 دهمه. خب اینو به دست بیاریم میشه 35 و 4 دهم جرم اتمی میانگین. یعنی اگه من بخوام کلور رو توی واکنشی حساب کنم، حالا مثلا یه محاسباتی انجام بدم، به من گفتن جرم کلور چنده، میگم 35 و 4 دهم یا 35 و نیم معمولا میگیریم، میگم اینه، نه 35 نه 37. درسته؟ خب یه دقت دیگه هم داشته باشین، نگاه کنید به عدد 35 نزدیکتره. چرا؟ چون از این ایزوتوپ من 75 درصد دارم. پس شما جرم اتمی میانگینتون معمولا نزدیک به اون ایزوتوپی هست که درصد فراوانیش بیشتره، درسته؟ پس چون من کلور 35 حدود 75 درصد داشتم، پس این میانگینه هم به این بیشتر نزدیکه تا به این که 25 درصده، درسته؟ خب این از این موردی. موردی دیگه هم که میخواستم بگم خدمتتون این بود که جرم اتمی میانگین معمولا حالا یه روشی داره که نمیدونم بچه‌ها به اون روش میرن، میگن 75 ضرب در جرم به اضافه 25 ضرب در جرم تقسیم بر 100. این هم هیچ موردی نداره ها. پس لطفا توی امتحان دقت کنید. اگه شما توی این درصده 75 صدم یعنی 75 درصد رو گذاشتین، دیگه نیازی به تقسیم اینا به عدد 100 نیست. اما اگه نه خود عدد 75 رو گذاشتید، یعنی گفتید 75 ضرب در این عدد به اضافه 25 ضرب در این عدد، آره دیگه الان نیاز دارید یه تقسیم بر 100 هم داشته باشید. پس لطفاً برای جواب دادن به اینا دقت کنید. همین چیزای ساده ممکنه باعث بشه که شما جوابتون اشتباه باشه. یه مثال با هم حل کنیم. عنصری شامل 60.1 درصد از ایزوتوپی با جرم اتمی 68.926 یو و 39.9 درصد از ایزوتوپی به جرم 70.925 یو است. وزن اتمی این عنصر چقدر است؟ خب این خیلی ساده است، یعنی دقیقاً شبیه به اون مثالی که زده بودیم. فقط دقت کنید شما چون ماشین حساب رو آزاد هستید استفاده کنید، احتمالی که این اعداد رو به شما بدن زیاده، چون میگم ماشین حسابتون راحت میتونید ازش استفاده کنید. اینجوری است که معمولا همیشه عدد رند به شما بدن. از این بابت نگران نداشته باشید، اگه جواب آخرتون هم مثلا رند نشد مشکلی نیست. رو بچه‌ها معمولا حساسن، احساس میکنن سوالی که بهشون داده میشه حتما جوابی که به دست میارن رونده. مثلا یه بار تو امتحان بچه‌ها من نشون داده بودن، یه دانشجویی گفت این که بعد از ممیز 10 تا عدد داره. گفتم خب داشته باشه. میگفت نه خب اصلا اینجوری نمیشه، من تا چه بنویسم؟ گفتم خب اولا که من به شما نگفتم بر اساس مثلا حالا ارقام با معنی بنویسید که شما تشخیص بدید و اذیت بشید. شما معمولا 2 رقم بعد از اشعار بنویسید، برای من کافیه. حالا لازم نیست این 10 عدد رو برای من بنویسید. حالا نمیدونم بر اساس اون ذهنیتی که از قبل داشتن احساس میکنن هر عددی که تو ماشین حساب در میاد با حتما رند باشه. خب جرم اتمی میانگین همونطور که گفتیم میشه سیگمای درصد فراوانی ضرب در جرم ایزوتوپ که راحت به دست میارم 60.1 ضرب در اون عددی که بهم داده
به اضافه 39.9 درصد ضرب در اون عددی که بهم داده. جواب آخر رو هم به دست میارم. این هم شبیه به دقیقاً سال قبلی که براتون توضیح دادم. خب مثال بعدی از توی ایزوتوپ ها مثالیه که به شما جرمو بدن، جرم میانگین هم بهتون بدن، چیزی رو که بهتون ندن فراوانی ها باشه و از شما بخوان فراوانی ها رو به دست بیارید. خب این نمونه سوال هم براتون حل کنم. مثلا میگه نقره در طبیعت به صورت مخلوطی از دو ایزوتوپ وجود داره، آجی 107، من دیگه عددهاشو نمیخونم، با جرم اتمی این مقدار یو، و آجی 109 با جرم اتمی این مقدار یو. وزن اتمی نقره هم بهتون داده، یعنی این وقتی گفته وزن اتمی نقره یعنی این میانگین است که بهتون داده. حالا گفته درصد فراوانی هر یک از این دو ایزوتوپ چقدره. خب ببینید شما دو تا راه حل دارید، من دو تا راه حلش رو بهتون میگم، هر کدوم که راحت بودید میتونید برید. اینی که مثلا یکی رو بگیرید x درصد فراوانیشو، یکیشو درصد فراوانی بگیرید 100 منهای x. خب جواب راحت به دست میارید. حالا من براتون میگم، مثلا میگید میانگین رو میذارم اینجا، دیگه فرمول ننوشتم، میانگین رو میذارید. خب این جرمش چقدره؟ اینو گرفته بودید x دیگه درصد فراوانیشو، گفتیم که باید هر کدوم درصد فراوانی رو در جرمشون ضرب کنیم. خب جرمش رو میذارم ضرب در درصد فراوانی رو من x گرفتم به اضافه، بعدی جرمش رو میذارم ضرب در جای درصد فراوانیش 100 منهای x میذارم، باید تقسیم بر 100 بکنید. درسته؟ چرا؟ چون یکی رو x یکی 100 منهای x. درسته؟ خب x تون توی این واکنش به دست میاد. وقتی x به دست اومد میگید این مثلا میشه درصد فراوانی این، بعد دوباره عدد 100 منهای اون x که به دست آوردید میکنید، میگید این هم میشه چی؟ درصد فراوانی آجی 109. اما یه روش ساده تری هم وجود داره، من اونو میگم خدمتون که احساس میکنم از این ور برید بهتر. این که یکی رو بگیرید x، یکی رو بگیرید 1 منهای x. خب بعد x تون که به دست اومد حالا ضرب در 100ش بکنید. اینجوری دیگه اون تقسیم بر 100 هم لازم نیست دیگه بذارید. این خیلی به نظر من محاسباتتون رو راحت تر میکنه، چون عددتون کوچیک‌تره. خب خیلی راحت تر میتونید محاسبات رو به دست بیارید. میگم باز بستگی به خودتون داره، من هر دو روش رو رفتم، هر کدومی که دوست داشتید میتونید شما انتخاب کنید. پس یکی رو من میگیرم x، یکی رو میگیرم 1 منهای x. بعد اون زمان که x هم به دست اومد حالا ضرب در 100ش میکنم دیگه. وقتی این کار رو انجام بدم من توی این فرمولم تقسیم بر 100 ندارم و خیلی راحت تر میتونم جواب رو به دست بیارم، عددام کوچیک‌ترن. خب به این روش هم حل میکنم براتون. جای عدد میانگین رو میذارم، گفتم که قسمت اولی که آجی حالا چند بود؟ 107 بود احتمال میدم. آجی 107 جرمش رو میذارم، x گرفتمش. آجی 109 هم جرمش رو میذارم، 1 منهای x. درسته؟ خب حالا دیگه شما راحت میتونید به دست بیارید دیگه. اینو یه بار در یک ضرب، یه بار در x ضرب کنید، منفی میشه. من دیگه ننوشتم، x هم کلا به دست میاد. به این روش x راحت تر به دست میاد. میشه این مقدار. خب گفتم وقتی x به دست میاد اون موقع ضرب در 100 میکنیم، پس جوابت میشه 51.88 درصد. خب این میشه چی؟ مال آجی، چون شما آجی 107 رو گرفته بودید x، پس این جوابه میشه مال آجی 107. خب بعد 1 منهای x میکنید، عددی به دست میاد، دوباره ضرب در 100 میکنید، میشه 48.12 درصد. این مال چیه؟ آجی 109. البته میتونید این کارم انجام ندید دیگه، شما 100 رو منهای این عددم بکنید، راحت به شما آجی 109 رو به شما میده. پس هر روشی که دوست داشتید میتونید انشالله عمل کنید و این سوالات رو حل کنید. خب یه نمونه دیگه سوال حل میکنم، بعد دو تا تمرین هم بهتون میدم انشالله بعد جلسه آینده که اونا رو حل کنیم. عنصر فرضی x دارای دو ایزوتوپ سبک و سنگین با جرمای 16 AMU و 20 AMU. پس سبک نگاه کنید 16 تاست، سنگین 20 تا. جرم اتمی میانگین 16.4 AMU است. درسته؟ پس میانگین هم بهتون داده. حالا میگه نسبت شمار اتم های ایزوتوپ سبک به سنگین کدام است؟ نسبت شمار اتم ها همون درصد فراوانیه، یعنی میگه درصد فراوانی ایزوتوپ سبک تر به سنگین تر چند میشه. خب ما میام به همون روشی که فراوانی رو به دست می آوردم، یکی رو میگیرم x، یکی رو میگیرم 1 منهای x. خب من 16 رو میگیرم x که سبک است، بعد اونو میگیرم 1 منهای x. خب میانگین رو داده 16.4. خب
ببینید این جرم رو دیگه خودش گفته 16 AMU دیگه، پس 16 X میگیرم، یعنی درصد این سبکه جرم 16 تاست، درصد فراوانیش هم که من X گرفتم، به اضافه جرم بعدی 20 تاست و من درصد فراوانی گرفتم یک منهای X. خب راه حلش رو دیگه رفتم، 16 و 14 ها میشه 16 X، یه بار 20 در یک ضرب میشه 20، یه بار 20 در منفی X ضرب میشه منفی 20 X. خلاصه به دست میارید و X تون در میاد 9 گفتم وقتی X به دست اومد شما ضرب در صدش بکنید میشه 90%. خب این میشه ایزوتوپ سبکتون. چرا؟ چون X رو کنار سبکه گذاشته بودید، پس میشه ایزوتوپ سبک. 100% منهای 90% هم میشه 10% ایزوتوپ سنگینتون. خب چی خواسته؟ شماره یا فراوانی ایزوتوپ سبک به سنگین. ایزوتوپ سبک به سنگین رو میذارم، سبک 90% بود، اینم 10%، جوابش میشه عدد 9. خب 2 تا تمرین دادم، سعی کنید تمرینا رو خودتون انشالله حل کنید. من جلسه آینده این تمرینا رو جوابشون رو میگم براتون انشالله. با توجه به داده‌های جدول جرم مولکولی A2X3 چند AMU است؟ خب جرم این کل رو میخواد. خب جدول رو هم که بهتون داده، A 2 تا ایزوتوپ داره، درصد فراوانی‌هاش هم داده، X هم 2 تا ایزوتوپ داره، درصد فراوانی‌هاش هم بهتون داده، راحت میتونید به دستش بیارید. تمرین بعدی هم این هست که عنصر X18 یعنی عدد اتمیش با جرم اتمی میانگین فلان دارای 3 ایزوتوپ طبیعی است که یکی از آنها 20 نوترون و فراوانی 20% و دیگری 18 نوترون، ببین نوترون رو گفته ها، و فراوانی 70% دارد. شمار نوترون های ایزوتوپ دیگر کدام است؟ جرم پروتون و نوترون رو یکسان و برابر 1 AMU در نظر بگیرید. خب حواستون باشه به جای عدد جرمی به شما تعداد نوترون رو داده. خب تعداد پروتون هم که اینجا هست، راحت میتونید این سوال رو انشالله حل کنید. خب مورد دیگه ای نیست تو این فصل. من 2 تا تمرینم بهتون دادم، یک تمرینم قبلش دادم، 3 تا تمرین توی این جلسه دادم، انشالله 3 تا تمرین رو حل کنید. من جلسه آینده که خواستم فصل 3 رو انشالله شروع کنم، حتما این 3 تا تمرین اولش حل میکنم، بعد میرم سراغ فصل 3. خب فصل 1 و 2 تون تموم شد. من بهتر میبینم که الان جلسه آنلاینی برقرار کنیم. حالا این که چه موقع باشه جلسه آنلاینتون رو پیام میدم که توی گروه بذارن، انشالله زمان دقیقش رو میگم و اگه کسی عضو گروه نیست حتما طبق صحبتی که توی جلسه اول کردم حتما عضو گروه بشه که برای جلسه آنلاین جا نمونید و انشالله بتونید شرکت کنید و اشکالاتتون رو بپرسید. اشکالات شما هم میتونه از متن کتاب باشه، هم میتونه از حالا سوالایی که دارید توی کلاس بپرسید، یا همین که از تمرینات آخر کتاب. پس سعی کنید فصل اول دوم خوب با تمرینات بخونید که اگه سوالی داشتید تو این جلسه آنلاین بپرسید، چون من جلسات آنلاین رو مخصوص قرار میدم. مثلا گفتم جلسه آنلاین که حالا میخوام قرارش بدم ساعته و روزش رو اعلام میکنم خدمتتون، مثلا برای جلسه اول دومه دیگه، اینا رو من رفع اشکال کردم، به هیچ عنوان بر نمیگردم جلسه اول دوم رو رفع اشکال کنم. بعد مثلا جلسه سوم چهارم رو بستگی داره چقدر مثلا حجمش باشه، دوباره جلسه رفع اشکال برای اون مثلا 2 فصل یا 1 فصل میذارم. پس به اینا دیگه بر نمیگردیم. اگه پس سوالی دارید لطفاً تا اون زمانی که ما جلسه آنلاینمون داریم و حتما بخونید که بتونید بپرسید. موفق و مؤید باشید تا جلسه آینده. خدا نگهدار.